سلام، من صبا هستم. این اولین ولاگ روزمرگی منه. حقیقتش اول میخواستم زاویه بندیم جوری باشه که مثل بقیه ولاگرها ویدیو خیلی خوشگل و پرنور باشه، ولی بعد با خودم گفتم که بی خیال، بذار واقعیت هر جوری که هست همون جوری ویدیو بگیرم و به چیزی دست نزنم. خلاصه من شاغلم و توی رستوران کار میکنم. ساعت 4 بعد از ظهر باید سر کار باشم، ولی چون مسیرش خیلی طولانیه من ساعت 2:30 حرکت میکنم که 4 برسم اونجا. زندگی کردن توی تهران واقعا سخته. این حرف رو منی میگم که 7 سال اینجام و مستقل زندگی میکنم و همه چیز رو از صفر شروع کردم. تو این 7 سال خیلی کار کردم، خیلی تلاش کردم، ولی هرچی تلاش کردم اون نتیجه دلخواه نگرفتم. فقط تونستم یه خونه اجاره کنم و وسیله خونه بخرم. همین. خیلی بده که 7 سال کار کنی ولی فقط بتونی نیازهای اولیت رو فراهم کنی. به این فکر میکنم که دیگه نمیشه تو ایران زندگی کرد. ولی وقتی با اطرافیانم راجع به مهاجرت صحبت میکنم، میدونی چی میگن؟ بلا استثناء همه میگن که تو کشور غریب امنیت نداری و کلاً نمیشه به ایرانیش اعتماد کرد نه به خارجیش و خیلی باید مواظب باشه که سرت کلاه نذارن. و من خندم میگیره از اینکه چقدر توی این 7 سال هموطنای خودم سرم کلاه گذاشتن و چقدر پولمو خوردن و چقدر ناامنی کشیدم به خاطر دختر بودنم. همه فکر میکنن من این که تو تهران زندگی میکنم همه چیز واسم گل و بلبله، ولی هیچ کس از واقعیت زندگی من خبر نداره که و همینجوری بی دلیل قضاوت میکنن. من تو کشور خودم خیلی وقتا احساس تنهایی کردم، خیلی وقتا درمونده شدم و توی این شرایطه که میفهمم از هیچ کسی نمیشه انتظار داشت. تنها کسی که وقتی دید تو شرایط بدی هستم بیشتر از خودم ناراحت شد و تمام تلاششون میکرد تا باری از دوشم کم کنه فقط مادرم بود. یکی از آرزوهام اینه که اونقدری پولدار شم که یه زندگی راحت برای مادرم فراهم کنم تا جبران همه زحمتاش بشه و تا زمانی که به این خواستم نرسیدم دست از تلاش کردن بر نمیدارم. یه جمله بود که همیشه از بقیه میشنیدم ولی توی این 7 سال خودم تجربهش کردم و دیدم. اونم اینه که آدما فقط به فکر منفعت خودشونن. در کل آدما وقتی بخوان چیزی ازت دریافت کنن خیلی دور و برت میچرخن، ولی وقتی ببینن که قراره چیزی از اونا به تو برسه دیگه میرن و پشت سرشون رو نگاه نمیکنن. ساده ترین مثالشو بخوام بزنم اینه که من تولد همه دوستان پیششون بودم و نهایت تلاشمو کردم که سورپرایزشون کنم، ولی وقتی نوبت من رسید دیگه هیچ کسی نبود و تولدم رو تنهایی جشن گرفتم. خیلی دلم پره واقعا از اتفاقات این 7 سال. خیلی جاها دلم شکست و کم آوردم، ولی همیشه یه سوالی از خودم میپرسم، اونم اینه که صبا اگه برگردی عقب و بدونی که اگه بیای تهران انقدر سختی میکشی بازم میای؟ بدون فکر کردن میگم آره میام. میپرسی چرا؟ قبل از اینکه بیام تهرانم زندگیم سخت بود و در کنارش حسرت مستقل زندگی کردن رو داشتم. اومدم تهران دیگه اون حسرت رو نداشتم و آزاد بودم تا برای خواسته‌هام تلاش کنم. این سختیاش میارزید به حسرت‌های گذشته. کلاً نظر من اینه هر کاری سختی داره، دلشکستگی داره، استرس داره، کلاً همه احساسا رو داره. این تویی که تصمیم میگیری این احساسات رو کجا تجربه کنی. و تصمیم منم این بود که توی مسیر خواسته‌هام حرکت کنم. الانم که دارم این ویدیوهای روزمرگی رو میذارم واسهتون به خاطر اینه که بعدها
ببینم از کجا به کجا رسیدم و همیشه خدا رو شاکر باشم. خیلی جاها خدا هوامو داشته و مواظبم بوده. همیشه حضور خدا رو تو زندگیم حس کردم و همه کارامو با امید و تکیه به خودش انجام دادم و خواهم داد. ته دلم امیدوارم و مطمئنم که یه روزی میرسم به چیزایی که میخوام و تا اون روزی که برسه مطمئن باش دست از تلاش کردن بر نمیدارم. اینم از محیط کار من و ویوی خیلی قشنگش. امیدوارم لذت برده باشین. تا ولاگی دیگر، اتفاقات دیگر، خدا نگهدار.